سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. در آستانه میلاد با سعادت روحی عالم بشریت حضرت مهدی ارواحنا له الفدا هستیم. جهت تأکید در فرج آن وجود مقدس و سلامتی حضرتش همه با هم صلوات اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد. موضوع صحبت من در این جلسه نورانی پیرامون انتظاره. منتها قبلش عرض میکنم که خدای متعال وعده یک حکومت عدالت گستر جهانی در قرآن مجید بهش داده است و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این وعده خدای متعال است که یک حکومت جهانی ان شاء الله یک روزی برپا خواهد شد و این حکومت جهانی هم بر مبنای عدالت خواهد بود. پس حکومت جهانی عدالت محور و این هم بر اساس روایات ما با ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا محقق خواهد شد. مسئله موعود هم اختصاص به ما شیعیان نداره. امروز یه مقداری من مطالعه کردم، برادران اهل سنت ما هم قائلن به موعود و روایاتی هم دارن که پیغمبر اکرم فرمود مهدی موعود از نسل فاطمه هست. یعنی اینا تا این اندازه هم با ما مشترکن، یعنی مهدی از نسل فاطمه سلام الله علیها است. تفاوت ما با آقایان اهل سنت فقط در اینه، ما میگیم مهدی موعود از نسل فاطمه موجوده، ولی اینها میگن نه هنوز متولد نشده. فقط اختلاف ما در همینه. علاوه بر مذاهب اسلامی که معتقد به موعودن، سایر فرق هم معتقد به موعود هستند. یعنی از یهود، از نصارا. بله، مثلا یهود بر اساس روایات خودشون میگن اون مهدی موعود عزیره. مسیحیت قائلن که اون مهدی موعود عیسی سلام الله علیه هست. حتی ادیان غیر توحیدی هم معتقدن به موعود. پس بنابراین این بحث موعود اختصاص به ما شیعه ها ندارد. اما بر اساس روایات ما معتقدیم که اون مهدی موعود متولد شده، موجودن هست، حاضرن هست، اما ظاهر نیست. یعنی ما فقط در یک مرحله در رابطه با اون مهدی موعود به سر میبریم و اون ظهورش هست. و الا معتقدی مهدی موعود موجود است، نه تنها موجود است، حاضرم هست.
اما این مهدی موعود موجود حاضر پشت پرده غیبت است. انشاءالله پرده غیبت باید کنار بره، اون مهدی موعود موجود انشاءالله ظهور پیدا بکند. به همین خاطر من بحثم رو امروز اختصاص دادم به مسئله انتظار، به بحث انتظار. سه تا بحث زیبا میشه پیرامون انتظار داشته باشیم، هم برای شما عزیزان انشاءالله مفید باشه، هم کسانی که صدا و تصویر ما را حالا یا در حال دریافتن یا بعداً دریافت میکنن هم مفید باشه. یک، تعریف درست از انتظار. بله، انتظار یعنی چی؟ دو، انواع انتظار. سه، ارکان و آثار انتظار درست. ارکان انتظار درست و آثار انتظار درست. این سه بحث محوری در باب انتظار می باشه. اما معنای انتظار فرج. کلمه انتظار خیلی زیباست، یعنی امیدوار بودن، چشم به راه بودن. این معنای چیه؟ این معنای انتظار. دقت کردیم؟ چشم به راه بودن. مثل اینکه شما فرزندی در سفر دارید و به شما میگه فلان ساعت بله من به فرودگاه میرسم. شما 1 ساعت قبل میرید تو سالن انتظار میشینید. وقتی به شما بگن چیه؟ میگه من منتظر آمدن مسافرم هستم. پس انتظار یعنی چشم به راه بودن، امید داشتن. فرج یعنی گشایش و رهایی. گشایش و رهایی. حالا اینا رو ترکیب بکنیم با هم. انتظار فرج یعنی چی؟ یعنی چشم به راه بودن، گشایش برای همه جهانیان و رهایی بشریت از گرفتاری ها. این معنای انتظار فرج. بله، انتظار فرج یعنی ما چشم به راه هستیم که انشاءالله بشریت از همه این گرفتاری هایی که داره یه روزی رهایی پیدا میکند. این معنای انتظار فرج میبوده باشد. و اگر به معنای خاصتری اگر بخوایم معنا بکنیم، انتظار فرج در فرهنگ تشیع یعنی چشم به راه بودن برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه که ظهورش موجب گشایش و برپایی صلح و عدالت در گستره عالم خواهد بود. پس انتظار فرج مهدی فاطمه یعنی ما امید داریم انشاءالله به ظهور اون حضرت، اما یک ظهور با برکته، ظهوری که باعث صلح و عدالت در همه جهان خواهد بود. یعنی همه بشریت از میوه با برکت ظهور بهره مند خواهند شد. یعنی این برکت ظهور اختصاص به شیعه ندارد، برکت ظهور اختصاص به مسلمان ندارد، برکت ظهور اختصاص به ادیان توحیدی ندارد، بلکه بشریت در گیتی عالم همه از نعمت برکت ظهور حضرت حجت بهره مند خواهند شد. اگر انشاءالله امید داریم اون روز رو ببینیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، به قول آقا گفت که همه منتظر عدالتن، اما مهدی جان عدالت منتظر توست. به به.
بله؟ همه بشریت منتظر عدالت واقعی هستند، چون عدالتی که امروز دارن ازش دم میزنن عدالت نیست. حقوق بشری که امروز دارن ازش دم میزنن حقوق بشر نیست. پس عدالت چشم انتظار توست. گرچه بشریت منتظر عدالتن، اما عدالت واقعی منتظر توی مهدی است. این معنای انتظار. اما بحث دوم اقسام انتظار. اقسام انتظار این خیلی دقت بفرمایید، چون بزنگاست. بر اساس روایات ما و برداشتی که از روایات می شود، ما دو نوع کلی داریم در انتظار. یک، انتظار فعال یا بفرمایید انتظار سازنده. دو، انتظار منفعل و انتظار مخرب. بله؟ بله، یک سری انتظار مخربه. اصلا چنین انتظاری مورد تایید اسلام نیست. اما انتظاری که ما در روایات ما عنایت شده همون انتظار فعال و سازنده است. انتظار فعال و سازنده چند تا رکن داره. ببینید آیا ما منتظر واقعی هستیم یا خیر. اولین رکن از ارکان انتظار سازنده قانع نبودن به وضع موجوده. قانع نبودن به وضع موجود ما چیه؟ ناهنجاری ها داره همه دنیا رو فرا میگیره. بی‌عدالتی ها، تبعیض داره جهان رو فرا میگیره. یک قشر مرفه اما اکثری باید در استضعاف به سر ببرن. بله؟ دسته های فرادست و فرودست. یه عده همیشه باید بالا باشن، یه عده همیشه باید پایین باشن. نه، وضع موجود عالم وضع خوبی نیست. منتظر واقعی در درون جان خودش از این وضع موجود راضی نیست. برعکس اون منتظر انتظار مخرب نه تنها راضی به وضع موجود است، بلکه وضع موجود میگه بدتر هم بشه. بر اساس برداشت غلطی که میکنن میگن ظلم و فساد عالم رو فرا بگیرد. بله؟ تعبیر امروز دیدم خیلی قشنگه. اون انتظار مخرب خیال میکنن ظهور یک حالت انفجاریه. یه حالت انفجاریه، یعنی ظلم همه جا رو فرا میگیره، به یک بار امام زمان میاد. نیاز به مقدمه چینی و مقدمه سازی نیست. نه، انتظار فعال. بله، انتظار فعال انتظاری است که میگه من به وضع موجود راضی نیست. درست شده؟ راضی نیستیم. باید این وضع که بشه تغییر پیدا بکنه. اگر کسی به ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم راضی باشه، یه اصلا با فرهنگ نورانی اسلام سازگار نیست. چرا؟ چون قرآن میگه اعدلوا و اقرب للتقوا، عدالت رو گسترش بدید. چطور من بگم روح عدالت بمیره، ظلم فرا بگیره تا امام زمان بیاد؟ پس این اعدلوا و اقرب للتقوا داره چی میگه؟ پس اولین رکن از ارکان انتظار سازنده اینه که منتظر امام زمان قلباً راضی به وضع موجود نیست. یک رکن دوم، امید دستیابی به وضع مطلوب. امید دستیابی به وضع مطلوب میگه من نه تنها این وضع را نمیپسندم،
امید دارم یه روزی چشم باز بکنم هیچ ظالمی روی گیتی وجود نداشته باشه، هیچ آه مظلومی رو من نشنوم و نبینم. من به امید اون روز هستم. من به امید اون روزی هستم که در روایت داریم زن موحد از شرق عالم به غرب عالم سفری بکند هیچ گونه نگرانی نداره، دست تعدی کننده به ناموس و اموال و مملکت کسی وجود نداره. نه، امنیت کامل، عدالت کامل، آرامش کامل وجود داره. این وضع مطلوبه. پس منتظر واقعی کسی است که وضع موجود را نمیپسندد، امید دستیابی هم دارد به وضع نه تنها میگه وضع مطلوبی هست، نه میگه امید دارم به اون وضع مطلوب انشاءالله برسیم. سوم از همه مهمتره، بله، تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب. یعنی منتظر واقعی امام زمان این نیست که بگه بله وضع موجود که بده، انشاءالله امام زمان بیاد خوب میشه، اما ما چه کار کنیم؟ دست رو دست هم بذاریم. نه خیر، تلاش میکند برای رسیدن به وضع مطلوب. خب چطور میخواد تلاش بکنه برای رسیدن به وضع؟ باید موانع ظهور رو برداریم، زمینه ظهور رو فراهم کنیم. این تلاش ماست. خب دقت کنید دو تا مطلب رو، موانع ظهور رو برداریم و زمینه ظهور رو فراهم کنیم. چطور شما یه مهمان عزیزی رو میخواد دعوت کنید؟ باید زمینه پذیرایی آماده بشه یا نه؟ باید بشه. معنی نداره بگه من منتظر آمدن یک مهمان عزیزتر از جانم هستم اما برای میزبانی او هیچ تلاشی نباید بکنم. این اصلا تناقضه. میگه اگر میخواد میزبان باشی و منتظر یک مهمان باشی باید زمینه پذیرایی رو هم فراهم کنی. چه مهمانی عزیزتر از مهدی فاطمه سلام الله علیه؟ وقتی میخوایم حضرت ظهور بکنه باید موانع ظهور رو چی برداریم؟ موانع ظهور چیه؟ بی‌عدالتی ها. موانع ظهور چیه؟ مبارزه با گناه. زمینه ظهور چیه؟ گسترش عدالت. بله، تلاش برای گسترش عدالت. آیا از شما سوال میکنم جهل ظلمت هست یا نیست؟ خب اولین قدمی که منتظر ظهور امام زمان باید میکنه اینی که این جهالت رو باید از روی زمین برداری. یعنی مردم به یک نوع آگاهی باید برسن. چه گناهانی الان در سطح عالم، گناهان به قول آقایون میگن نو، یعنی سابقه نداشت. خب آیا آدم باید با این ظلم و گناه مبارزه کنه یا نکنه؟ باید بکنه. سطح دانش بشریت باید بره بالا. این سه رکن اساسی است: عدم رضایت به وضع موجود، امید دستیابی به وضع مطلوب، تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب انشاءالله. اما در مقابل انتظار منفعل و مخرب. عده‌ای در ترسیم مفهوم انتظار، خوب بشنید این جمله خیلی مهمه، عده‌ای در ترسیم مفهوم انتظار هیچ مسئولیتی را متوجه منتظر نمی کنند. هیچ مسئولیتی را متوجه منتظر نمی کنند. میگه فقط تو دل انتظار ظهور رو داشته باش، اما چه مسئولیتی داری؟ میگه هیچ مسئولیتی. دست روی دست بذار تا انشاءالله امام زمان بفرمایید ظهور بکنه. پس انتظار مخرب، خوب گوش بدین،
روح انتظار مقرب یعنی عدم مسئولیت پذیری، عدم مسئولیت پذیری. یعنی من هیچ مسئولیتی برای ظهور امام زمان ندارم، فقط بیام اون کارهای فردی خودم رو چا کنم، انجام بدم، نماز بخونم، روزه بگیرم، حج انجام بدم. اما در اجتماع که میگذرد بله من هیچ مسئولیتی ندارم. بعد از این آقای با سوال بکنید پس این حدیث رو شما چه میگه؟ کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. بله خب اینا باید جواب بدن. کلکم مسئول عن رعیته نسبت به اجتماع. علما مسئولیت دارن، دانشمندان مسئولیت دارن. ما بگیم نه، معنای انتظاری که هیچ مسئولیتی متوجه ما نمیشود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه جمله قشنگی داره. می‌فرماد این نوع برداشت از انتظار مخالف با آموزه های مسلم اسلام است. نکنید این نوع برداشت از انتظار مخالف با آموزه های مسلم اسلام است. چرا؟ می‌فرماد چون بر اساس روایات اسلامی شخص منتظر دارای وظایف فردی و اجتماعی در دوران غیبت است. بگه وقتی ما روایات رو ملاحظه بکنیم شخص منتظر یک سری وظایف فردی داره، یک سری وظایف اجتماعی داره. درست شد؟ حالا ما در عصر غیبت چه وظایفی داریم؟ اونا ارکان بود، حالا وظایف رو میخوام عرض کنم. من یه 5-6 تا رو ذکر کردم. به انتظار فعال و منتظر واقعی در عصر غیبت برای زمین سازی ظهور یک سری وظایفی رو برای خودش تعریف میکنه. میگه من در مقابل این وظایف متعهدم. شما نگاه کن تو هر اداری برای هر بخشی شرح وظایف می‌نویسن. بله؟ حالا شما میتونید یادداشت بفرمایید تو ذهن شرح وظایف منتظران واقعی امام زمان. انتظار فعال وظایفی تعریف شده براش. 1. شناخت و معرفت واقعی نسبت به امام زمان سلام الله. عزیزان باورمون بشه بسیاری از ماها الان فقط معرفت شناسنامه‌ای نسبت به امام زمان داریم. امام زمان اسمش چیه؟ نام پدرش چیه؟ نام مادرش چیه؟ کی متولد شد؟ الان چند سال از عمر شریفش میگذره. این معرفت چیه؟ شناسنامه‌ایه. شاید بعضی هم حتی این معرفت شناسنامه‌ای رو هم نداشته باشن. اسم مسلمانه اما وقتی میگیم امام زمانت کیه چیه به من و من میفته، حتی این مقدار هم بلد نیست. اما ما باید نسبت به امام زمانمون معرفت پیدا بکنیم. آقا مگه این دعا رو مگه نمیخونیم؟ اللهم عرفنی نفسک، بعد میگه اللهم عرفنی رسولک، بعد میگه اللهم عرفنی ولیک. خدایا یک معرفت نسبت به ولیت به من عنایت بفرمایید. پس اولین وظیفه منتظر فعال اینی که نسبت به امام زمانش معرفت. 2. عزیزان معرفت پیدا بکنیم. تو روایت داریم که امام زمان در بازار شما قدم میزنه. امام زمان روی فرش‌های منزلتون قدم میگذاره. امام زمان همه جا کنار شما حضور دارد. این معرفته. درست شد؟ 2. تقوا و پرهیزکاری از جمله وظایف منتظران واقعی.
هم خود پرهیزکار باشند و جامعه خودشان را هم دعوت به پرهیزکاری بکنند. به قول اون آقا که فرمود منتظر مصلح کل باید خود صالح باشد. منتظر مصلح کل باید خودش صالح باشد. امام زمان مصلح کله، تجسم تقواست. میشه من منتظر امام زمان باشم ولی با تقوا نباشم؟ آیا این آیات رو الطیبون للطیبات، بله، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند، همجنس با همجنس سرباز. امام زمان مظهر پاکیست. کیا میتون باشه ارتباط برقرار کنه؟ پاکان. پس کسی منتظر واقعی است که در صدد تحصیل تقوا باشد، پاکدامنی باشد. به الا کسی که به هر نوع گناه آلوده بشه بعد بگوید من منتظر امام زمان هستم، این شعاره، منتظر واقعی نیست. 3. پیوند قلبی با امام زمان. پیوند قلبی با امام زمان خیلی مهمه. مثلا یه رابطه قلبی با وجود حضرتش داشته باشه، یه رفاقت صمیمی با امام زمانش داشته باشه. دیروز کلام یکی از بزرگان رو داشتم گوش میدادم از مراجع بزرگوار تبریز. فرمود بعد از هر نماز واجب 100 مرتبه جمله شریف لا اله الا الله رو بگید. بعد از نماز صبح 11 بار سوره توحید را بخوانید. موقع خواب هم 11 بار این سوره توحید رو بخونید و تأکید فراوان هم داشت که دعای عهد را هر روز بعد از نماز بخوانید. سرانجام فرمود که همه اینها را هم هدیه کنید به محضر مقدس حضرت حجت سلام الله علیه. بعد فرمود اگر این گونه رابطه های قلبی برقرار بشه بعد احساس میکنید که افاضاتی از اون ناحیه مقدس به سمت شما بود. واقعا این ارتباط قلبی داشته باشید. بگو خدایا از امروز صبح تا شب که میخوام بخوابم هر کار خوبی کردم ثوابش به محضر امام زمانم باشه. خیلی از ما شاید غافل باشیم از این مسائل. حضرت آقای قراتی حفظه‌الله وقت او در روایات داری که اون وجود مقدس روزی 100 بار به یاد ماست. 100 بار به یاد ماست. بعد فرمود ما روزی چند بار به یاد حضرتش هستیم؟ بله؟ چون اگه اون ارتباط قلبی باشه آدم به یادش هم هست. پس معلومه که این ارتباط قلبی برقرار نیست. رابطه قلبی باید داشته باشیم. ارتباط قلبی. 4. دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج آن حضرت رو فراموش نکنیم. 5. نقش اصلاحگری در جامعه داشته باشید. فقط به کارهای فردی مشغول نباشید. مگه ما نمیگه العلماء ورثة الانبیاء؟ وارث جای مورث نشسته دیگه. انبیا کار اجتماعی انجام میدادن یا نه؟ میدادن. انبیا کارشون اصلاحگری بود یا نه؟ چطور یه عده میگه ما در زمان غیبت با دست و دست هم بذاریم هیچ گونه مسئولیت اجتماعی نداریم؟ خب العلماء ورثة الانبیاء یعنی چی؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مگه مضارع دال بر استمرار نیست؟ یعنی این آیه در اصل غیبت تعطیل شده؟ بله؟ نه. و ویژگی دیگر اینه که
همه عوامل زمین سازی ظهور اون حضرت رو فراهم میکنه. هر کس به اندازه خودش و به اندازه تخصصی که دارد. ولی آدم یه مغازه بقالی کوچیکی داره، اون میتواند حداقل مثلا دست 5 تا فقیر رو بگیره، مشکلش رو حل بکنه. این خودش به همون اندازه داره زمینه سازی ظهور میکنه. یکی باسواد میتواند با آموزش قرآن و روایات دل مردم رو متوجه قرآن و اهل بیت بکنه. این همین خودش زمینه سازی برای ظهور. یکی دستش بازتر، یک کارخانه داره، یه شرکت داره، یه عده جوان بیکار رو بیاد مشغول بکنه، این خودش زمینه سازی برای ظهورش. یعنی هر کس در هر اندازه توانی که داره، این توان رو در مسیر زمینه سازی ظهور قرار بده. یک نکته ای رو من میخوام عرض بکنم که پاسخ جدی هست برای کسانی که در صف منتظران مخلف هستند. این حدیث رو همه قبول دارن که پیغمبر فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج. از شما سوال میکنم، انتظار از سنخ عمل است یا انتظار از سنخ ذهنیاته؟ پیغمبر فرمود افضل الاعمال. تازه نمیگه افضل الاعمال، در میان همه اعمال بهترین عمل چیه؟ انتظار فرج. پس انتظار فرج از سنخ عمله، نه دست رو دست داشتن. نمیدونم دقت شده رو حدیث یا نه؟ اگر انتظار به معنای گوشه‌گیری، انفعال، دست روی دست گذاشتن باشه، مرد عمل بودن نباشه، پیغمبر یه چیزی دیگر میفرمود. پیغمبر فرمود افضل الاعمال، بالاترین عمل انتظار فرجه. یعنی انتظار فرج از سنخ عمله، فعالیت تو میدان بودن، تلاش و کوشش کردن، نه حالت منفعل بودن. افضل الاعمال انتظار الفرج. من به نظر امروز صبح داشتم مطالعه میکردم، بهترین دلیل برای اینکه انسان باید انتظار فعال داشته باشه نه منفعل، همین حدیثه. ولی منتظر واقعی باید در صحنه عمل باشه، تو میدان باید باشه. اون موقع هست که میگه من منتظر امام زمان سلام الله علیه باشم. مقام معظم رهبری حفظه الله یه جمله داره قشنگه در باب همین انتظار. یه خصوصیت اعتقاد ما شیعیان درباره انتظار موعود این است. یعنی از یک شیعه سوال بکنن که عقیده شما در باب انتظار چیه؟ ایشون میفرماد این حقیقت در مذهب تشیع از شکل یک آرزو و از شکل یک امر ذهنی محض بیرون است. بله؟ انتظار فقط یک امید و یک آرزو و یک امر ذهنی نیست. بعد می‌فرماید که بلکه به صورت یک واقعیت موجود تبدیل شده است. حقیقت این است که شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودن، یعنی منتظر آن دست نجات بخش هستند و در عالم ذهنیات غوطه نمیخورند. این جملهش قشنگه. منتظر واقعی کسی است که دنبال یک در جستجوی یک واقعیت است که این واقعیت وجود دارد. حجت خدا در بین مردم زنده است.
با مردم زندگی می کند، مردم را می بیند و با آنهاست، دردها و آلام آنها را حس می کند. او وجود دارد، این امام زمان، و منتظر واقعی هم این کسی که این بستر رو داره آماده میکنه که انشاءالله اون وجود مقدس از پس پرده غیبت بیاد بیرون. اما آخرین نکته رو عرض بکنم. پیش از آن یه جمله میخوام بگم. اولین بار من دیدم. دعا کنید انشاءالله امام زمان ظهور کنه و ما در رکاب اون حضرت باشیم انشاءالله. ارزش بودن در رکاب مهدی مقایسش با ارزش اصحاب حضرت امیر سلام الله علیه. حضرت آیت الله جواتی آملی جمله قشنگی داره، میگه از این دوتا قابل مقایسه نیست. پس کردم دعا کنین اون زمان رو انشاءالله درک کنین. ایشون میفرماید انتظار فلک از بهترین عبادت هاست، زیرا معنای انتظار آن است که انسان بتواند در صحابت خلیفه خدا کار جهانی انجام بده. گوش بدید، در صحابت خلیفه خدا کار جهانی انجام بده، چون کار حضرت مهدی کار جهانی است. کسی هم که ظهور حضرت را درک کند و در رکاب حضرت باشه و از اصحاب حضرت باشه، او هم داره کاری چی انجام میده؟ جهانی انجام میده. بعد میفرماید که اما خدمتگزاری حکومت علوی چون قلمرو به خلافت و وصایت و مدیریت اون حضرت محدود بود، خدمتگزاران در اون حکومت هم ثوابشون چیه؟ محدوده. بله؟ اما کسانی که توفیق پیدا بکنن در حکومت حضرت مهدی حضور پیدا بکنن، چون کار حضرت مهدی جهانی است، همراهان حضرت مهدی هم انشاءالله کارشون جهانی است. انسان یک کار جزئی انجام بده ثوابش کجاست؟ تا یک کار جهانی انجام بده ثوابش کجاست؟ اما آثار انتظار، آخرین بخش عرض. پس اقسام انتظار رو تعریف کردیم، اقسام انتظار رو گفتیم، ارکان انتظار فعال رو عرض کردیم. مهم اینه که حالا اگر من انتظار فعال داشته باشم چه گیرم میاد؟ بله؟ آثار و برکات انتظار فعال: 1. گسترش امیدهای راستین به جای امیدهای کاذب. بله؟ به انتظار منفعل همش امیدهای کاذب داره. بله؟ میشه انشاءالله یه روزی امام زمان میاد جهان رو پر از عدل و داد میکنه فلان، و این خطر تا بیخ گوشیشه. دقت کردید؟ اما انتظار فعال، امیدهایی که ایجاد میکنید امیدها چیه؟ راستینه. از قدیم گفتم با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. آقا شما بهترین، ما میگیم پستانک، شما چی میگیم؟ این میذار تو شیشه تو. ببین شما بهترین پستانک دنیا با قیمتترین رو بدیم به دهن کودک، 24 ساعتم بمکه چیزی گیرش نمیاد. این میشه امید کاذب. بله؟ این میشه امید کاذب. اما امید راستی تا پستان مادر تو دهن بچه میاد آرامش پیدا میکنه. انتظار فعال، بله، امید بخشه. این امیدش امید چیه؟ راستین حقیقی، امید کاذب نیست. 2.
انتظار فعال پویایی و نشاط رو به ارمغان میاره. اما انتظار انفعالی بیحالی بینشاطی داره. این آدمای خدمتتون که خسته و خدمتتون در به داغون امثال اینها. اما جامعه منتظر فعال جامعه چی هستن؟ با نشاط هستن، پویا هستن، زنده هستن. سوم، انتظار فعال یکی از آثارش وحدت و همگراییه. وحدت و همگرایی. فقط به فکر رفاه خودش نیست، بیاد دیگرانم هست. انتظار فعال از تفرقه متنفره، از شق شدن جهان اسلام متنفره. اما انتظار منفعل چطور؟ نه، میگه بذار شقه بشن، جهان رو ظلم بگیره تا امام زمان بیاد. نه، چون امام زمان میاد این آیه رو میخواد عملی کنه، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بله، منتظر واقعی اهل وحدت و همگرایی است. 4، اینم قشنگه، احساس حضور در محضر امام زمان. احساس حضور در محضر منتظر واقعی همیشه احساس میکنه در محضر امام. چرا؟ در زیارت روز جمعه شما چی میکنید؟ السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. اگر امام زمان چشم خدا در میان خلقه، پس من در محضر امام زمان هستم. 5، پنجمین اثر انتظار سازنده، آمادگی همه جانبه. آمادگی چقدر حاضری آبرو تو برای امام زمان خرج کنی؟ بله؟ یه جا اگر بری شاید فحش بشنوی، تحلیلت نگیرن، دیگه اشکالی نداره. 1000 بار آبروی من برای امام زمان ریخته بشه، اشکالی نداره. چقدر حاضری مال برای امام زمان خرج کنید؟ میگه همه اموالم فدای امام زمان. بالاتر میگه صبح جمعه میام براش اعلان آمادگی میکنم، به نفسی اند حاضرم جانم رو در راه امام زمان. پس انتظار فعال به همراه خودش آمادگی همه جانبه داره. دقت داده؟ حاضر است که همه چیزش رو فدای امام زمان بکنه. دعای ندوه از یک جهت دعای اعلان آمادگی برای جانفشانی برای امام زمان. این به نفسی ان یعنی چی؟ جان من به فدای تو. اما اون کسی که منتظر منفعله این آمادگی رو نداره. 6، مراقبت‌های فردی و اجتماعی. مراقبت‌های فردی و اجتماعی به این معنا منتظر واقعی خودت که هیچ وقت دامنش آلوده به گناه نشه، مراقب خودشه. علاوه بر این مراقب اجتماع هم هست. به تعبیر دیگر این امر به معروف و نهی است منکر در جامعه منتظر فعال زنده هست. 7، احساس نیاز به امام حاضر قائم. بله؟ یعنی میگه نیازی که من به امام زمان دارم از نیازم به هوا هم بیشتره. یک لحظه خودش رو بی نیاز از امام زمان نمیبینه. میگه تو همه زمینه ها ما نیاز به امام زمان. ببین گاهی خود جوان یک بنده خدا داره منحرف میشه، میگه امام زمان دست بچه ما بگیر، بعد خودش بیاد دست من رو بگیر، دست فلان همسایه رو بگیر، دست فلان کشور رو بگیر نجات بده.
احساس نیاز به امام زمان داره، به این احساس نیاز با آدم توان میده. بله؟ یعنی به این نتیجه میرسید به یک جایی وصلی، به یک جایی وصلی. و آخرین اثر رو عرض بکنم. یکی از آثار ارزشمند انتظار فعال نزدیک دانستن ظهوره. نزدیک دانستن ظهور. الان از ما سوال بکنید که امام زمان میاد؟ بله؟ میگه هر لحظه بیاد ما آماده هستیم. آمادگی برای ظهور و نزدیک دانستن ظهوره. اینو کجا میخونیم؟ تو دعای عهد عروض امام زمان میخونیم یا ابن الحسن انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. بله، اونایی که با تو ارتباط ندارن ظهور تو رو بعید میبینن، اما ما ظهور شما رو نزدیک میبینیم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بفرماید که در صف منتظران فعال قرار بگیریم و ظهور اون حضرت را درک بکنیم و انشاءالله جان ناقابلمون رو در رکاب اون حضرت فدای اسلام بکنیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. والسلام عليكم ورحمة